یک شاعر میگه که آله 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 آقا با... باختیم. چی شد؟ نه حالا جدا از شوخی چرا انقدر راحت؟ یعنی تو که انقدر میگفتی چرا اصلا فکر میکنی آرژانتین میره بالا؟ کارا این بود که بشینم نوت این بازی رو بنویسم جدی میگی؟ که چی میخوام بگم. بعد همش میرسیدم به اسم توخل که چرا واقعا چرا یه چراهای بزرگی توخل ساخت. آره که ما با خودمون فکر میکنیم میگیم که واقعا چرا و باید بیاد به نظرم بشینه صحبت کنه بگه آقا به این دلایل. ولی منم واقعا یه لحظه احساس تو درک کردم. تو اون لحظه که یکیش عقب بود آرژانتین داشتم من فکر میکردم خب الان من بخوام نوت بنویسم واسه اپیزود بعدی چه جوری باید این کارو بکنم. حالا الان یه ذره بازی فاصله گرفتیم شاید بتونی یه مقداری منطقی تر حتی فکر کنی. البته تو همیشه که منطقی فکر میکنی ولی منطقی تر حتی به خاطر اینکه یه ذره از اون تب و تاب هم گذشته و اینا. ولی آرژانتین با تمام وجود بازیکناش بازی کردن. بازی 1-0 باخته رو 2-1 بردن و رفتن فینال شد اسپانیا آرژانتین. به نظرم تو اینترو بیاد یه پیش بینی بکنیم بعد بریم سراغ بازی. ببین احتمال وقت اضافه زیاده ولی جلوتر که بریم من یه سناریویی نوشتم که سناریو احتمالی این بازیه. ولی اگه تو نیمه اول اسپانیا گل بزنه، گل زدن به اسپانیا خیلی کار سختی میشه بخاطر اینکه توپو نگه می‌داره، یه کمربند میانی داره که با دفاع بی‌نظیرش یعنی امریک لاپورت و کوبارسی کاری میکنه که دیگه شما به گل واقعا نرسید. همونطور که توی این جام هم 1 گل خوردن از بلژیک که اون هم میتونستن نخورن. برای همین اگر در نیمه اول گل بزنن بازی برای آرژانتین سخت میشه مگر اینکه آرژانتینی که در دقایق پایانی خطرناکه به گل برسه و بازی به وقت اضافه بره، احتمالاً به پنالتی و احتمالاً در وقت‌های اضافه یه گل هم اسپانیا بزنه 2-1 اسپانیا ببره. این چیزیه که محتمل هستش حداقل در ابتدایی ترین وضعیتی که میتونیم راجع به این بازی صحبت کنیم، چون بازیکن‌های با تجربه زیادی داره آرژانتین و بازیکن‌های جوان با تجربه زیادی هم اسپانیا داره. مربی جوانی داره آرژانتین و مربی با تجربه‌ای داره اسپانیا. هرچند که واقعا نمیشه دیگه راجع به تجربه و اینها این روزا حرف زد. بازیکن‌های جوانی هستند که لیگ قهرمانان دیدن، یورو دیدن، اسکالونی هستش که جام جهانی دیده، قهرمانی کوپا دیده، فینال دیده، برنده شده، جام بالای سر برده. ولی به هر حال این دوگانه جوان و با تجربه نسبتاً سن بالا بین بازیکنان و همچنین بین مربی‌ها تو این بازی وجود داره. باید ببینیم که چی میشه. آره منم پیش بینی نزدیک به اینه که احتمالاً بازی وقت اضافه خواهد داشت. به چند تا دلیلی که از مهمتریناش هم اینه که بازی فوق‌العاده حساسه و تیمی که سخت گل میخوره اسپانیاست و تیمی که سخت کوشه آرژانتین. خب و تمام اینها رو وقتی کنار هم میذاری احتمال اینکه یه بازی کم گل ببینیم هست. یعنی اینکه ما بخوایم بریم فکر کنیم که احتمالاً یه بازی شبیه به فینال 4 سال پیش ببینیم به عقیده من کمه. چون دو تیم اولا که مخصوصا اسپانیا تیمیه که خیلی یه دونه خورده اومده فینال، 1 دونه گل خورده اومده فینال و فوق العاده ساختار دفاعی خوبی داره. از اون طرف آرژانتین هم فوق العاده جنگنده است. بذار همینجا راجع به این بازی بیشتر صحبت بکنیم. ببین تو این بازی حتما که نبض بازی دست اسپانیاست. این بازی با فرانسه نبض بازی دست 2 نفر بود، یعنی رودری و فابیان رویز. یعنی این دوتا واقعا کاری کردن کارستان. من اینجا یه عکسی آماده کردم که حالا نمیدونم چجوری میشه اینو بهش تاکش گذاشت، ولی پاسایی که رودری داده سراسر زمین این آدم پاس داده و چه توپی پخش کرده. یعنی واقعا بیشتر از یک هافک دفاعی کار کرده. یعنی یه پلی میکری داره که فکر کن توی پلی میکرت رودریه، یکیش اولموه و یکیش فابیان رویز. یعنی واقعا در حد یه پلی میکر داره پاس میده. و اگر این نبض رو در اختیار بگیره احتمالاً مالکیت توپ مثلا 60% 70% حتی برای اسپانیا در نیمه اول، کار آرژانتین سخته. این که تو میگی فینال دو تیم میرن که اشتباه نکنن، پاسای در واقع خیلی مطمئن بدن، ضد حمله‌های ترسناکی نزنن که تیم یهو به جلو بره پشتشون خالی بشه، از این کارا نمیکنن. ولی اینو باید راجعش صحبت بکنیم که در فینال در چنین رقابتی خطا هم
احتمالش زیاده دیگه. یعنی احتمالی که یهو یکی پایی به لغزه اتفاقی بیفته هست. به هر حال جو سنگین بازی فینال این اتفاقا میفته، همونطور که در فینال 2014 افتاد گلی که گوتسه زد، فینال 2010 افتاد گلی که اینیستا زد. یعنی میشه که یک خطایی شکل بگیره و به گل برسن، هرچند اونها هر دو در وقتای اضافه بودن، ولی چنین چیزی محتمل هستش. نمیشه راجع به این حرف بزنیم که هر دو تیم محتاطن و درست بازی میکنن. نه، هر دو تیم محتاط هستن، ولی آدم محتاط حتما اشتباه هم میکنه. آره. برای این نبض بازی اگر دست اسپانیا باشه، کار آرژانتین میفته به ضد حمله. تیمی که یکم سنش بالاست در ضد حملات ممکنه که خوب کار بکنه، ولی تا کی؟ اگر این نبض در اختیار اسپانیا بمونه حتی در نیمه دوم و حتی بازی به وقت‌های اضافه کشیده بشه، اگر اسپانیا نتونه گل بزنه که احتمال گلزنی اسپانیا حتما بیشتر از آرژانتینه، خواهیم دید که اسپانیا با این جوانان آقای دلافونته احتمالاً بتونن به برتری برسن. احتمال بردشون در وقت‌های اضافه حتما بیشتر از آرژانتینه. اینو باید راجبش حرف بزنیم که دیگه آرژانتین الان ممکنه خسته تر از حتی بازی قبلی باشه، ولی دیگه مقابلش توخل نداره. دلافونته‌ای داره که درس توخل رو گرفته و اون کار نمیکنه. اگر به گل برسه حتما به دفاع نمیشینه، حتما تعویض‌هایی نمیکنه که مثلا ازری کنسا رو بیاره تو، دنبرن رو بیاره تو، یعنی 2 تا دفاع میانی اضافه بکنه. کیو کشید بیرون؟ گوردون رو کشید بیرون به عنوان وینگر چپ، دکلن رایس رو کشید بیرون به عنوان یکی از پلی میکرهای اصلیش، و اورایلیو اوورد البته به جای ریس جیمز که خب حالا اون خیلی حالا کاراکتر متفاوتی نداشت با اون بازیکنی که ازش بیرون رفت، از زمین بیرون رفت. و تو خیلی این اشتباهو کرد. من الان اینجا نشستم، تو خوشحالی میکنی و من خیلی ناراحت نمیشم، به خاطر اینکه مربی عجیبی بود در اون لحظه. مربی که در بازی بایرن رئال هم این کارو کرد، اون بازی که رفتش 2-2 شده بود، باز اومد عقب نشید، کین رو بیرون کشید، سانه رو بیرون کشید و اصلا تیم پاشید از هم. تیمی که ساختار دفاعیش بر اساس اون افرادی که در زمین حضور دارن شکل گرفته، تو وقتی که یه نیروهای جدیدی بهشون تزریق بکنی یا کسی رو از اونها بیرون بکشی که کمک میکرده به ضد حملات تو، تیمت واقعا میپاشه. اینکه بیلینگام مجبور بود 2 دقیقه 80 از سمت چپ بره در صورتی که هیچ کسی اونجا حضور نداره، واقعا کار سخت میکنه. دلافونته این تجربه رو داره. دلافونته با حربه آرژانتین در دقایق پایانی آشنا شد، بیشتر از قبل آشنا شد و دید که آرژانتین هم خیلی شاید پلن پیچیده‌ای نداشته باشه برای برتری و دلافونته میتونه با کمک این تاکتیکی که تاکتیک اروپایی هستش، بگذارم از اینکه تاکتیک اسپانیایی هم هستش، غلبه بکنه بر آرژانتین. من دیروز یه کلمه‌ای راجع به بازی آرژانتین گفتم به تو که به نوعی انگار بازیشون یکم کلمه جالبی نیست ولی جهادی شده. جهادی، یعنی بریم بریزیم رو دروازه حریف. و خب وقتی تو در واقع جلو شما یه مسی داری که میتونه سانت بکنه، اون جلو شما مارتینز داری که بتونه در واقع سر بزنه، هرچند با اینکه قد بلندی نداره، حدود 1.70 قدشه، خب شما داری جهادی بازی میکنی. یعنی بازیکن پیچیده‌ای نداری برای اینکه تو بخوای مالکیت توپ نگه داری. نمیشه با دیپاول، حتی با مسی که ما تو این جام دیدیم و حالا مکالیستر، حتی حالا جلوترش با بازیکنایی که در فاز هجومی، حالا یا مارتینز یا خولیان آلوارز، نمیتونید مالکیت توپ تو حفظ بکنی در مقابل تیمی که رودری داره، احتمالاً فابیان رویز هم حتما در این بازی داره، پدری داره، اولمو داره، عقب‌تر کوبارسی، لاپورت داره، کوکوریای کلمه خوبی دیروز گفتیم، وزه داره. آره واقعا وزه است. جلو یارزابال داره، راستش یامال داره، چپش با اینا خیلی سرحال نیست ولی نیکوی تعویضی داره. واقعا سخت جلوی این تیم تو مالکیت توپو. ببین مالکیت توپ که اصلا آرژانتین نمیگیره، میده به حریفش کامل. اینو من خیالتو راحت بکنم، ولی نمیپذیرم که کار آرژانتین رو بخوایم انقدر ساده انگارانه ازش بگذریم. آره. این یه پلنه البته. نه اصلا پلن موفقی هم هست. اون جهادی هم که میگی باز الان من به توضیح میدم داستانش چیه. ما نیمه نهایی رو میریم جلوتر راجع بهش صحبت میکنیم، فقط میخوام پیش بازی فینال رو یه توضیح بهت بدم. ببین اون بحث جهادی بودنه نیست. شما دقیقه 60 بازی یکیچ عقبی از انگلیس
و باید هر کاری کنی که برگردی به بازی. برعکس این اتفاق هم بود، همین اتفاق میافتاد. فکر نکن مثلا انگلیس میومد توپ نگه می‌داشت، پاسکاری میکرد تا به دروازه حریف برسه. خب قبول دارم که اسپانیا این کارا رو میکنه ها، یعنی توپ رو میاد قشنگ میچرخونه، از گوش‌ها استفاده میکنه، بازیکن‌های تکنیکی خیلی زیادی داره. ولی خب یادمون نره گلی که انزو فرناندز زد چجوری بود؟ با هد بود. تیرکی که مکالیستر با شوت پشت ما جریمه زد چجوری بود؟ خب اینا رو اصلا احساس میکنم فراموش میکنیم، چون انگار به گل نرسیده، یا انگار که فقط اون هدر رو میبینیم که یه دونه هد زدن. آره اونم بخشی از اون پروژه جهادی بودن است. خب چون نیمه اول اگر در نظر بگیری، به هر حال من این نگاهی هم به نیمه اول دارم که آرژانتین اومده بود که خطا بکنه. نمیپذیرم. خطا رو بگو. خطا با اختلاف 4 تا آرژانتین بیشتر، خب ولی 7 تا هم خطا انگلیس داشته. انگلیس هم 7 تا خطا داشته، حتما اینو میپذیرم. ولی نیمه اول هم آرژانتین پلنی برای در واقع اصلا نمیپذیرم. پلنی برای در واقع حرکت تاکتیکی به گل رسیدن برنامه‌ریزی شده خیلی حتما رو ضد حمله برنامه داشته. ببین آره رو ضد حمله برنامه داشته. تیمی که اینجوری فقط رو ضد حمله برنامه داره و بازی رو خیلی خیلی فیزیکی شروع میکنه، واقعا بازی فیزیکی بود. من دیدم گزارشگر هی میگفتش که این داور در حد این مسابقه نیست. نه، این بازی واقعا بازی پیچیده‌ای بود. در بازی فوق العاده سختی بود. در صورتی که یک شوت هم نداشت، شاید یک شوت فکر کنم یه فقط شوت آخر داشت. آره انزو زد. خب واقعا برای داور سخت میشه این بازی که تو اومدی و دقیقه 10 بازی مگه میشه 7 تا خطا؟ اصلا چه چیزی چطور ممکنه؟ آره. برای همین صحبتم این نیستش که من حتی اینجا نشستم راجع به پاراگوئه گفتم تیمی که میاد انقدر فیزیکی و حتی ما میگیم کثیف بازی میکنه، این پلنشه و پلن موفقی هم بود. فقط یک گل از فرانسه خورد، اون فرانسه ترسناک. حالا شاید دوست داشتنی نباشه ولی اون پلن آره تقریبا نتیجه داده. ولی اینکه باز بگیم آرژانتین اسکالونی در اون حد نه، اتفاقی در 4 تا فینال پشت هم که حضور نداره که این که اصلا واقعا نامردی اگه بگیم که اسکالونی پلنی نداره. ولی نوع بازی جهادی که آرژانتین اصلا تیم آمریکای جنوبی، شاید برزیل یه ذره دوگانه بین اروپا و آمریکای جنوبی باشه، ولی واقعا تیماشون اینطور بازی میکنن، میطلبه اینطور بازی کنن. مسی که یکی از تکنیکی ترین بازیکناست در آرژانتین، کاراکتر اون کلمه‌ای که میگم و در واقع پیدا میکنه. هرچند که تکنیک موفقیه، هرچند که در کوتاه مدت در یک جام جهانی جواب میده، ولی برای تیم‌های باشگاهی چنین فرمولی معمولا جواب نمیده. پرتعداد اخراجی خواهند داد در طول فصل و احتمالاً دستشون تو پوست گردو میمونه. ولی بازی‌های درست گفتی، اتفاقا بازی‌های حذفی مثل جام جهانی و کوپاها به نظرم این بازیه جواب میده. دیدیم دیگه، یعنی نتیجهشو دیدیم ما، اینکه اومدن بالا و نتیجه گرفتن. ولی نیمه اول رو من بریم تو اپیزود به نظرم راجع بهش صحبت بکنیم، ولی پیش بازی در نهایت نتیجه رو بهم بگو بریم تو. برد اسپانیا. من قلباً میگم برد آرژانتین و امیدوارم که آرژانتین قهرمان جام جهانی بشه. شروع کنیم. یه چیزی فقط بگم، اینکه بازی قبلی در واقع انگلیس که با آرژانتین بود و 2-1 یادآور جام جهانی 86 با همین نتیجه بود. خب من خیلی واقعا از روی طرفداری نظر دادم، گفتم انگلیس حتما میره بالا، که یه جایی هم تو من گفته که بازی سختی است، من گفتم نه در صورتی که معلوم بود منظورم اینه که آره بازی سختیه، هرچند انتظار نشم انقدر بد باشه برای انگلیس. اما الان واقعا دیگه اون چیزه پشتم نیست، اینکه بخوام از روی در واقع عشقم به اسپانیا بگم. من انگلیس دوست دارم و اونجا واقعا شاید کمی احساسی نظر دارم، ولی دیده بودی که تو طول جام تقریبا سعی می‌کردم که همیشه اون منطقه رو نگه دارم، ولی سر این بازی خصوصا با آرژانتین می‌خواستم که اتفاق بیفته. ولی بازی با اسپانیا واقعا دارم بررسی می‌کنم روی کاغذ، روی در واقع تئوری که میشه راجع به این بازی چید، پیش بینی که میشه کرد، احتمال برد اسپانیا حتما بیشتر. ولی همچنان باز میگن نسبت به شکل بازی‌ها یه تیم باشه تو این جام جهانی بتونه از پس اسپانیا بر بیاد، احساس می‌کنم آرژانتینه نسبت به نوع فوتبالی که بازی می‌کنه. پس شروع کنیم. بریم. خیلی خب، سلام، امیدوارم حالتون خیلی 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 خوب باشه. به اپیزود شماره 28 پادکست رویداد ویژه برنامه جام جهانی خیلی خوش اومدید. آیدین، حالت چطوره؟ خوب، مرسی. تو فکر کنم حالت خوب باشه. البته حال تو رو که کیتام فهمی؟ آره، پیرهنی که تنت فهمی. آره واقعا اینو من گذاشته بودم یه استوری، بعد گفتن که خب ستاره هاش کو. بعد من رفتم سرچ کردم، اون سال عکس ستاره نزده بودن رو کیتشون. من نمیدونم چرا واقعا این کارو نکرده بودن، ولی میگم که ببین 1 2 3 و 4 امیدوارم که آره توی فینال یعنی به ایتالیا میرسیم. ایتالیایی که ما اینجا مالدینی با جو و بوفونش رو داریم، 3 تاشو داریم و اون میتونست یه ستاره دیگه براشون بیاره و اتفاق نیفتاد.
روبرتو باجو، ولی امیدوارم که ما به آره. ایتالیا برسیم یه و سوالی چهارمش دارم، بشه. یه سوالی تو میخوای تو فینال هم اینو بپوشی؟ من فینال ببریم دیگه کلا اینو میپوشم. یعنی از این به بعد کلا همین تنمه، در نمیاد، مگر اینکه با یه نسخه دیگهش جابجا بشه. ولی من فینال می‌خواستم یک امروز کیت شنبه انگلیس بپوشم، ولی واقعا ناراحت بودم از تیم و آقای توخل و اینا، دیگه کلا میفهمم. گفتم ولش کن، ولی یه سفید میتونم بپوشم. راضیم، یعنی دیگه بی‌طرف شدید. آره دیگه. یه ستاره برای لاکوس. آره ببین فینال که شد آرژانتین اسپانیا، فینال جذابیه، من دوستش دارم حتما، ولی خب برای رفقای حداقل رئالی و رونالدو فن به نظرم خیلی آزاردهنده است دیدن همچین بازی. حقم میدم بهشون، از یه طرف 8 تا بارسایی هستن تو تیم اسپانیا و از یه طرف هم مسی میخواد این بازی رو بازی کنه، یه ذره اذیتن برای دیدن این بازی. رئالیا همون چقدر اذیتن، خیلی. این ور یامال اون ور مسی و نماینده هاشون تو سوم آره. چهارمی همه، یعنی از بیلینگام بگیر امباپه و دیگر رفقا تو سوم رئال چهارمی که یه دونه کوکوریا داره که اونم هنوز برای رئال بازی آره نکرده. هنوز تو کمپ رئال هم نیومده، حتی فقط یه امضا زده، اونم فکر کنم ایجنتش زده. حالا جدا از همه این مسائل، به نظرم خیلی سریع بریم شروع کنیم با بازی اسپانیا فرانسه. یه کوچولو تو اینترو راجعش صحبت کردیم، ولی خیلی حرف داره به نظرم. آره خیلی حرف داره واقعا این بازی. آره خیلی میتونیم راجع به این مسابقه صحبت بکنیم. فرانسه‌ای که اصلا آچمز شد و آقای دیدیه دشان نتونست از پس اسپانیا و هافبک های فوق العاده‌اش بر بیاد. ما اینجا اپیزود قبل نشستیم صحبت کردیم و من گفتم ببین این کمربند میانیه میتونه بکشه فرانسه رو و این اتفاق افتاد به نظرم. ببین واقعا اینکه تو هر فریمی از بازی میبینی حداقل 5 تا بازیکن اسپانیایی هستن، یعنی قبضه کردن توپ و محیط سمتری توپ به شعاع سمتری توپ، این واقعا بی‌نظیر بود کاری که دلافونته کرد. یعنی گفت ببین شما کافیه هر جا باشید که توپ هست و هر جا که توپ هست اون 5 تا پست دورش برن سمت توپ. چقدر برن سمت توپ؟ انقدر برید تا این توپو بگیرید. و این اجازه نمیداد که توپ به بازیکنی برسه، به بازیکن خلاقی برسه. آره یعنی تو اولیسه، امباپه، دمبله، بارکولا تو بست آقای دلافونته و با چه تکنیکی، با اینکه توپ هر جا بود پرس شدید 5 نفره 5 پست در واقع اطراف اون به شعاع 2 متری توپ برسید، انقدر وایسید توپو بگیرید، تو در نیاد از اونجا و میخواد اولیسه باشه. خب امباپه که تفلی نبود، دمبله نبود، بارکولا نبود، فقط اولیسه بود که یکم میتونست توپ بگیره. میخواد شوامنی باشه، میخواد ربیو باشه، در دفاع باشه، اوپامکانو باشه، سالیبایی که البته مصدوم شد اونم واقعا بهشون آسیب زد در اینکه شیرازه خط دفاعشون به هم بریزه. و در واقع این قبضه کردن اطراف توپ، شعاع توپ، واقعا کار برای فرانسه سخت کرد. نمیتونست از این پرس در بیاد که توپو به جلو برسونه. به خودشون اومدن دیدن دقیقه 70 و امباپه رو یه بار دیدیم، 2 بار دیدیم، ولی دشان واقعا نمیدونست چی کار بکنه. یه نکته تو دیروز گفتی خیلی نکته مهمیه راجع به فرانسه، اینکه تو وقتی که هافک خلاق نداری و اصلا هافک نداری دقیقاً گیر میکنی در این شرایط. و تیمی که انقدر هافک داره که کمربند تو رو میبنده، چقدر فابیان رویز خوبه. فکر کنم روز خبر خوندم تا 2029 با پاریس تمدید کرد. با آقای انریکه هم مثل که اصلا به این توافق رسیده. خب واقعا اینا تو کارت سخته جلو اینا. رودری واقعا بی‌نظیر اصلا. تو چیکار؟ ما یه جمله دیروز گفتیم که البته با همونم بعضیا مخالفت کردن، ولی رودری واقعا بوسکتس مدرن دیگه. حالا اینکه برداشت شد که حالا نه، رودری اتفاقا یک در واقع هافک دفاعی کلاسیکه، نه به نظر منم مدرن تره. من فکر می‌کنم رودری در واقع به خاطر کاراکترش در کنده شدن از خط دفاع و به عنوان یک هافک دفاعی که رونده است. آره رونده است و مدام پاسای طولی خیلی درجه یکی، پاسای عرضی درجه یکی ارسال میکنه، با بوسکتس فرق داره. آره بوسکتس یکم دریبلینگ بالایی داشت، ولی بوسکتس اینو بپذیریم که واقعا چسبیده تر بود به دفاع. یعنی اگر پشتش در نظر بگیریم 2 تا دفاع میانی باشه، این بیشتر متصل به اونها، ولی رودری کاملا یک شخصیت مستقل داره. یک کاراکتری از هافک دفاعی میسازه که بوسکتس نداشته. خود هافک دفاعی دیگه یک کاراکتره. شاید یه اسم دیگه‌ای باید روش بذاریم. شاید بوسکتس هافک دفاعی بود و این هافک دفاعی نیست، یکم بیشتر از دیگه میدونی. آره یکم بیشتر از اینه که یک هافک دفاعی باشه. برای همین من کلمه مدرن رو راجبش استفاده اصلا می‌کنم. قدرت بالای توپ نگه داشتن هافبک های اسپانیا سر همینه میگم آچمز کرده بود دیگه. یه کانالی داشت فرانسه از
دو تا هافبک های دفاعیش دبل پیوتاش، یعنی کی؟ شوامنی و یا کنه یا ربیو، درسته؟ با کی؟ اولیسه. ببین هافبکاشو دقیقا میذاره بین اینا و میگه آقا این دوتا هافبک دفاعی پاس به اولیسه نمیدن و دقیقاً هافبک ها همین کارو میکنن و وقتی توپ به بازیکن طراحت که اولیسه باشه نمیرسه و اولیسه پست 10 رو داره بازی میکنه، ببین پست 8 نیست اولیسه دیگه، درسته؟ پست 10 داره فوتبال بازی میکنه، پست 10 رو داره بازی میکنه که تو شلوغیه، یعنی رودری بهش چسبیده، پشتش لاپورت هست، کوبارسی هست، یه جای پرتراکمی داره فوتبال بازی میکنه و وقتی اون بازیکنی باشه که برات بخواد فوتبال در بیاره و توپ بهش نرسه، تو مجبوری چیکار کنی؟ بدی به کانالا. برسیم به کانالا. چپ و راستای فرانسه 2/10 راحت. دینیه خارج از بازی بود، یعنی یامال یه جوری با کریر این بازیکن رو آره تموم آبروشو کرد، برد. واقعا آبروشو برد. شاید تئو هرناندز اگر از اول بازی میکرد شاید میتونست خیلی بهتر کار بکنه در مقابل یامال، ولی چپ و راستات هم خوب نیستن، پس شد دومین مرحله. یکی این که هافبکت نمیتونه به بازیکن خلاقت پاس بده و دو میبری توپو به کانال کناری، هم چپ و راستات فلجه. و کونده هم همینطور، اونم کندن واقعا بازیکن دفاعی تریه آره. نسبت به هجومی تری. حالا اصلا خاصیت اصلیش که دفاع وسطه. فیلیک خیلی اومد کمکش کرد که بتونه دفاع راست بازی بکنه و تو حمله ها کمک بکنه به بارسا و فرانسه، ولی خب 2 تا مرحله تو رو قفل کرد و تو نمیتونی به 4 تا بازیکن جلویت که قدرت تیمتن توپ برسونی و برسیم مرحله سوم، رفتن سالیبا. حالا تو دیگه قدرت دفاعیت هم از دست دادی. وقتی سالیبا از بازی رفت بیرون، افتادن فرانسه رو هم از لحاظ روانی، یکی از بهترین دفاع وسطای اروپا دیگه، خودمونیم، فینال لیگ قهرمانان بازی کرد و وقتی تو اونم از دست میدی، از لحاظ روانی ریختی، از لحاظ دفاعی ریختی و دیگه اونجاست پدرو پورو بهت گل میزنه، میدونی؟ و این 3 مرحله بود که به نظرم فرانسه رو کلاً قفل کرد و ریزوند و اینکه حتی شما نتونستین یک گل هم بزنید به عنوان تیمی که یکی از بهترین گلزنای جامو داره، به عنوان تیمی که یکی دیگه از بهترین گلزنای جامو داره، یعنی عثمان دمبله و کیلن امباپه، شما نتونستید حتی به دروازه حریف برسید. یه نکته آخرم که بهت بگم که بشه چهارمیش، نیمکت خوبی هم نداشتی که بتونی برسونی خودتو، یعنی اون پلی میکر هشتی که بیاد عقب توپ بگیره و با خودش ببره، اینم نداشتی حتی. بنابراین میتونیم اینطوری نتیجه بگیریم که دلافونته فهمید که ضعف فرانسه در واقع در این انتقال به حمله است. کافیه تو برسه به حمله، اونا خودشون میدونن چی کار کنن، یعنی دمبله، اولیسه، امباپه، بارکولا، دوه، حتی شرکی در دقایق پایانی کار در میارن، اونا میدونن چی کار کنن. ولی خب توپ به اینا نباید برسه دیگه، چون به اینا برسه که کنترل کردنش کار سختیه. حتی تو اگر کوپارسی داشته باشی، لاپورت داشته باشی، گلرت در واقع گلری باشه که یه دونه گل خورده، تو میتونی در واقع اونجا نمیتونی کاری انجام بدی، ولی میتونی این انتقاله رو ببندی. تو کوندت خوب نیست، دینیت خوب نیست، شوامنی، ربیوت نمیتونه خوب انتقال بده، فقط اولیسه است که میاد میگیره میبره، که اونم به هر حال وینگر راست دیگه، تو از تعدد مهرته که داری از اون پست 10 بازی میگیری. و یه جایی هم مثلا تو اون تعویضا شاید واقعا نباید دوئه رو میورد جای بارکولا، شاید باید دوئه رو میورد مثلا جای اولیسه رو میداد راست، یه ذره حرکتای متنوع به شکل بگیره، دوئه سرحالتر باشه، بیاد توپ بگیره، هرچند دوئه به هر حال کاراکتری در جنگنده‌ای نداره. من پیشنهاد دیگه‌ای هم که دادم، داشتیم با هم بازی رو می‌دیدیم، این که دمبله تو پاریس خیلی نوک بازی کرده، خب یعنی اینو داشت، یعنی یه جابجایی اگر که امباپه میومد سمت چپ بازی میکرد و دمبله میرفت نوک، شرکی رو میداد پشت مهاجم و اولیسه میرفت پست اصلیش، خب حتما خیلی شرایط تغییر میکرد. ولی میگم همون کاری که هافبک‌ها داشتن اون جلو میکردن اصلا تو بینا نمیرسید اونجوری که باید. من فکر کنم نیمه دوم تو فشار فرانسه 2 تا شوت کلا دمبله زد، 2 تا کلا امباپه زد، اونم شوتای در و دیوار، یعنی خوب اتفاقا نبودن. عجیب. و کردیت کامل برای اونای سیمون، سویپر کیپر واقعی میخواهید ببینید، برید این بازی یه باری تماشا کنید. چقدر خوب پشت دفاعشو جمع میکنه، چقدر خوب. و وقتی دلافونته اومد محکم تو کنفرانس خبری گفت آقا رایا و خوان گارسیا تعویضی های اونای سیمونن و اونای سیمون گلر یک منه. این رو دیده بود، واقعا اینو دیده بود و واقعا مربی باهوشیه دلافونته، مربی تاکتیکالی خیلی زیاد، و اینکه با پایه ها رشد کرده و اومده به اینجا رسیده، خیلی کردیت بالایی به نظرم میتونیم بهش بدیم. موافقی بریم سراغ آقای توخل
و آرژانتین انگلیس. آره بیشتر حرفا رو توی اینترو زدیم واقعا. اگر تو چیز تکمیلی داری بگو، من دیگه اعصابم خورد میشه. بیشتر می‌خوای صحبت کنی؟ آره مثلا اون کیف می‌کنم. تعویضا واقعا اعصابم خورد میکنه من که کیف چرا می‌کنم 6 از این دفاع بازی. آره. واقعا چرا 6 ببین دفاع. نیمه اول خلاصه بخوام بگم چیز اتفاق خاصی نداشت. کلا نیمه اول 2 تا موقعیت داشت، یه دونه انزو فرناندز، یه دونه هم هد زد انگلیس که فکر کنم دفاع راستشون بود رفته بود که یه دونه هد زد بعد کنار دروازه رفت بیرون. هیچی، مطلقاً هیچی. بازی فوق‌العاده پرتنش بود، فوق‌العاده درگیری‌های بالایی داشت و هر دو تا تیم و اینو باید اشاره بکنم که هر دو تا تیم توی این درگیری‌ها شرکت می‌کردن و داشتن خطا می‌کردن رو هم دیگه و این درگیریه بود. و اینی که میان میگن آرژانتین وحشیه و فلان، من اینا رو اصلا نمیپذیرم. و اینم یادمون نره دیگه، شما دارید فوتبال آمریکای جنوبی می‌بینید. اگر به این بازی می‌خواید اینجوری نگاه کنید، شما اصلا مثلا آرژانتین شیلی نبینین، کلمبیا شیلی نبینین، اصلا باید زیرش بزنه مثبت 18 سال. خب این اصلا سراغ کوپا آمریکا نرید به نظر من. جدی دارم بهت میگم، فوتبال اونا اصلا کلا مدلش متفاوته و داوراشون البته خیلی چغرتا رو. کاری نداریم با این قضايا. بریم سراغ نیمه دوم. اصلا نیمه دوم کلا شرایطش فرق کرد. اولا که دو تیم پایاپای داشتن، یه ذره شرایط مثلا با شکل‌های متفاوتی حمله می‌کردن. مربی‌ها هم دیگه رو بیشتر آنالیز کردن و نقطه عطف بازی گل گوردونه دیگه. اون توپه که میاد لیساندرو برمیگردونه و تو عمق میدن ارساله و گوردون با هوش رفت پشت دفاع راست آرژانتین و یه لحظه اضافه شد و کارو تمام کرد. نقطه کوره رو قشنگ پیدا کرد و دیبویی که نتونست کاری بکنه رو صحنه و اینجا بازی این شکلی بود، این شکلی شد. یعنی برای رفقایی که صوتی میشنون فقط بگم دستم این میشه فورهند بود، کردم بک‌هند. بگو بهم. فکر می‌کنی بعد از این گل گوردون کلا چند درصد مالکیت توپ داشت انگلیس؟ دیدم 88 به 12 بود. 12% داشتن. آره دقیقاً. و اصلا این 12% به نظرم کمر تیم شکون. اصلا هیچی. یه ترکیبی هم ازشون دیدیم شدن 5-4-1 6 نه 6 یا 6 آره یه 6-3-1 ساختن که اینو جلو نگه داشت و بقیه در واقع در فاز دفاعی و سفت چسبید به 18 قدمش. من میگم مقایسهش حالا تو کردی با بازی بایرن رئالی که جواب نداد. من اتفاقا داشتم مقایسه میکردم با بازی همون چلسی سیتی که رفتن فینال و جواب داد این نتیجه. یعنی اون یه گلی که کای هاورتز زد رو واقعا یه اشتباه به نظرم. یعنی اصلا اون توپ نباید گل میشه، اصلا اون سیتی نباید به اون چلسی میباخت و کشید تو دفاع و ابزارشو داشت و تفاوت دو تا چیز بود: لیونل مسی تو این بازی و آرژانتینی که نیومده بود به بازه. کاملا چیره شدن رو دروازه حریف، کاملا فشار درستی گذاشتن و 2 تا پاس گل مسی داد و بازی رو درآوردن. من یه دفاعی از این عملکرد توخل هم حتی میتونم بکنم. میتونی واقعا؟ آره، حتی تویی که از امیر قلانی دفاع کردی توخل کار سختی نیست. یه دفاعی میتونم از این عملکردش بکنم و بعد البته بزنم تو سرش. اینکه تو در نیمه نهایی جام جهانی هستی، اولین حضورت در تیم‌های ملی و اونم انگلیسی که به فینال نمیرسه، خب تو در واقع خیلی برات جذابه که به فینال برسی و فکر میکنی که ابزارش رو هم داری. ابزار چی داری؟ ابزار دفاعی داری برای اینکه انقدر دفاعتو متراکم بکنی که آرژانتین نتونه به گل برسه. قبلا هم آزمایش کردین و جواب داده. بازی چلسی سیتی جواب داده، بازی بایرن رئال جواب نداده. البته اینجا تو تصمیم میگیری که اونی که جواب داده رو بیاری تو ذهنت و همونو پیادهش بکنی و انقدر فینال جام جهانی چرب هست. حتما فینال جام جهانی انقدر مهم است که این همه دفاع بریزه. آره ولی یه نکته‌ای وجود داره. من سر بازی ایران مصر هم این نکته رو گفتم، اینجا هم دوباره میگم که تو آقای قلعه‌نویی آقای توخه، تو حمله کردی، گل زدی، مهره داری، رشفوردت هنوز بیرونه، ساکات هنوز بیرونه، مادوکت هنوز بیرونه. تو میتونستی باز به گل برسی حتی و مقتدرانه این بازی رو ببری. چرا این تصمیم رو گرفتی؟ من سر اون بازی ایران مصر میگفتم آقا چرا شما توپ نگه داشتین؟ چرا 40 دقیقه میخواستین بازی مساوی شه؟ تیر زده بودین، پنالتی گرفته بودین، گل زده بودین. خب حتما میتونید این کارو بکنید. اونا فقط یه گل زده بودن، هیچ کدوم این کارا رو نکرده بودن. شما ایکس جیاتون هم بالاتر بود. خب چرا این کار نکردی؟ آقا تو خیلی تو میتونستی این کار. من برای میگم راجبش حرف بزنم. عصبانی میشم که تو 2 تا انتخاب داشتی و انتخاب دوم خیلی مطمئن تر بود که خب بذار پس حداقل همون ترکیب رو نگه دارم. حداقل یه ساکامادوه که بدم اون و که
ترسناک باشه برای اینها، در ضد حمله بتونن کار. چرا بیلینگام باید بگیره بوده؟ کین هم که اصلا هیچ گم شد. میگم 40 دقیقه الان میخوام باز بگم 40 دقیقه که اینو نداشتیم، منظورم که 60 تا 100. بله 100 دقیقه 10 دقیقه هم وقت تلف شده. آره برای همین واقعا این که اینو میگم اول بهت گفتم که جذابه این که تو بخوای به فینال برسی، خیلی لذیذه این که به فینال برسی حتی با حرام بال. آره ولی اینو در نظر بگی که تو امکانات دیگری داشتی. واقعا شاید این جام جهانی یه کلاس درس برای مربیای ایرانی هم باشه. اونایی که میتونن به گل برسن نیان بشینن تو دفاع بازی، همه بازی‌های لیگمون یکی چی باشه. آره و تو وقتی ابزارشو داری و نمی‌کنی، الان این فشار رسانه‌ها رو هم باید تحمل بکنی حتما از هر دو تا کشور انگلیس و آلمان. حتما خیلی فشار روش خواهد بود. ولی بریم سراغ ادامه مطالبی که داریم. نکته دیگه ندارم راجع به تیم نهایی. تو داری؟ نه دیگه، نه راجع به فینال هم نکته ندارم. آره چون اونو که تو چیز اینترو گفتیم. فقط آخرین نکته که بخوام راجع به انگلیس و آرژانتین بگم، انگلیس نکته راجع به اسکالونیه. هر چقدر توخل بدود اسکالونی خوب بود. یعنی اون که هی میگفتم جولیان سیمونه آقا چرا بازیش نمیدی؟ چقدر درست و بجا بازی داد و چقدر میدونه باید اسکوادش چیکار کنه. همون کلمه که من گفتم، استفاده ابزاری که از سیمونه کرد، گفت برو 60 دقیقه بدو ببینم. من از دیپاولم میخوام 30 دقیقه آخر استفاده کنم. اون کیفیت بالاتری از تو داره ولی نمیتونه به اندازه تو بدوه. برو دوندگی‌ها رو تو انجام بده آی سیمونه. خب من دیپاولمو میذارم دقیقه 60 65 و چه کیفیتی نشون داد از خودش دیپاول. اصلا دوتا مربی واقعا ورقو برگردوندن. دلافونته بهترین مربی این دو بازی به نظرم دلافونته بود. اینکه تونست فرانسه رو اونطور آچمز بکنه. ولی واقعا اسکالونی هم تونست به بازی برگرده، کامبک بزنه. آره، اینو یادمون نره یک عقب نیمه دوم هم کامبک زده. برای این حالا تقابل این دوتا حتما جالب، حتما بازی جذاب میشه. و اون یه دونه تعویض من بهش اشاره کنم، آقای گونزالز آورد گذاشت چپ و انگلیس رو کاملا باز کرد. یعنی چون داشتن فقط از سمت راست و مسی حمله می‌کردن، انگلیس دستشون رو خونده بود، دفاع‌های بیشتری هم آورده بود تو، ولی یه دونه چپ داد، انگلیس کامل باز شد و تونستن از شرایط دفاع انگلیس هم استفاده کنن. آرژانتین رفت فینال برای دومین دوره پیاپی بعد 2022، الان شد 2026. یه بار دیگه این تجربه رو دارن. دوره اولش رو قهرمان شدن، دوره دومش رو نشدن. ولی امیدوارم که تاریخ تکرار نشه و بتونن دو دوره متوالی قهرمان جام جهانی بشن و دومین جام جهانی رو مسی بالای سر ببره. بریم سراغ یه ذره حاشیه. موافقی؟ چیزی که ما داریم همیشه آخر اپیزودمون. کریم باقری به نظرم خیلی خوشگل شست و پن کرد علیرضا بیرانوندو. رفته بود تو برنامه عادل فردوسی پور با علی دایی. اولا که بگم چه قاب سنگینی واقعا، یعنی کاملا میتونی ببینی، تصویره رو ببینی و لذت ببری از این اسطوره هایی که داری. و عادل ازش پرسید که نظرت چیه راجع به صحبتی که دکتر بیرانوند کرده بود. گفتش که خب یه مجسمه بگیره از امیر قلعه‌نویی بسازه بذاره خونش کیف کنه دیگه. آخه یعنی چی؟ انقدر مسئولین ما کار دارن و کار سرشون ریخته که نمیتونن مجسمه بسازن. و خیلی به نظرم جواب درستی بود. حالا با مزاح یا هر چیز دیگه ای جواب واقعا جواب درستیه. اینکه اولا که علی بیرانوند چرا میایی در مورد مهدی مهدوی یا حتی حرف میزنی؟ این نکته اولمه. اینکه با خودت فکر نمی‌کنی که چرا اصلا باید وقتی دعوتی فیفاست با خودت اصلا این انتظار رو داشته باشی که بیاد تو کمپ شما، در صورتی که نه کسی تحویلش گرفته، نه کسی دنبالش رفته، نه کسی حتی بهش تماسی گرفته. میدونی چی دارم بهت میگم؟ که ازش بخوان که آقا بیا تو کمپ تیم ملی. میدونی اصلا مگه میشه؟ کاپیتان هامبورگ بوده طرف. داریم در مورد مهدی مهدوی صحبت میکنیم و حاشیه‌ها کم نبوده این مدت. همچنان کسی گردن نمیگیره نتایجو، همچنان قهرمان سازی داره ادامه پیدا میکنه و نمیدونم تا کی قراره ادامه پیدا کنه. راجع به این موضوع واقعا خیلی حرفی ندارم دیگه. هرچند یه نقدی هم به تو دارم. چرا؟ ببین مدام داریم اون بازیکنی که مصاحبه میکنه، یعنی بیرانوند رو هی سیبل میکنیم. حالا مثلا یه هومن افاضلی هم بود، بقیه بازیکن‌ها حرف نزدن. این به نظرم نقد وارده که هی یه بازیکن رو میگیریم تعمیمش میدیم به تیم ملی. به نظرم باید کمی صبر بکنیم و بقیه اعضای تیم ملی هم صحبت کنن. میدونیم چی میخوان بگن، ولی به نظر من این پیش داوری به این که تیم ملی به ما برگرده آسیب میزنه. ما میخوایم تیم ملیمون رو پس بگیریم. حداقل ایده من و آدم‌های شبیه من اینه. این تیم ملی الان برای ما نیست ولی ما میخوایم پس بگیریم. این به نظرم آسیب میزنه به این دید و باعث میشه که خیلی 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 بدبین بشیم به کسایی که هنوز حرفی نزنن. من زاویه با سامان قدوس رو الان نمیفهممش. خب کی داره؟ ها؟ کی زاویه داره؟
اینکه به هر حال شما راجع به تیم ملی اگر صحبت میکنم، شما منظورم صرفا فقط تو نیستی، ولی اینکه از تیم ملی اگر صحبت میکنید و یه نقد دائمی وارد میکنید که هیچ کی گردن نگرفته، هیچ کی هیچی نکرده و در واقع حرفای بهرامند رو میگیریم و تعمیم میدیم به که تیم ملی همین شکلیه، یادمون میره سامان قدوس چجوری تو جام جهانی بازی کرد. به نظر من یکم میشه صبر کرد برای اینکه قضاوت بکنیم که اینا حالا واقعا واکنششون چیه. خب علی جمال میدونیم چیه ها، آره، میدونیم چیه. آره علی جمال هم صحبت کرد، گفت نسبت به نتایج ما دست و بالایی نداشتیم و ابراز شرمندگی هم کرد. من دیدم تو اون برنامه، حالا حرفای زیاد دیگه ای هم زده بود. ولی این که داری میگی، خب همه که حرف نمیزنن قاعدتاً، یعنی اکثریت که نمیان بشینن صحبت بکنن، معمولا اون دونه دورشتا میان اتفاقو رقم میزنن. ولی خب بذار یه چیزی هم بهت بگم، من اشاره بکنم، من دارم در مورد علی بیرانوند صحبت میکنم. علی بیرانوندی که میاد توی صدا و سیما برمیگرده میگه که ما بزرگترهای تیم رفته بودیم، یه جا داریم بازیو میبینیم. ببین این دیدهاست که ما رو نسبت به اونا باز دورتر و دورتر میکنه. خب اینکه خودشون رو انقدر بزرگ میبینن ما رو باز هی دورتر و دورتر میکنه. حالا من نمیدونم، این دوباره برمیگرده به همون صحبتی که تو کردی و گفتی پرزنتاشون شاید اینها هم نمیتونن اونجوری خودشونو پرزنت بکنن و از کلمات درستی استفاده نمیکنن. ولی کلمات ببین بار داره دیگه. تو وقتی میای این شکلی در مورد خودت صحبت میکنی، انقدر فروتنی نداری. خب ما کریم باقری هم میبینیم دیگه، میذاریم روی ترازو میبینیم اصلا واقعا چپ میکنه، میدونی، و جذاب نیست. هیچ کدومشون فعلا جذاب نیستن برای ما، حداقل تا زمانی که بیان به قول تو صحبت کنم ببینیم اوضاع چجوریه. یه چیزی بگم و دیگه راجع به این موضوع صحبت نکنم، چون فکر میکنم که حرفایی دارم که واقعا نامحبوبه. ولی یک چیزیشو میتونم بگم و نمیتونم اینو نگم، که فوتبالیست باید فوتبال بازی کنه. این که زده و شرایط مملکت ما طوری شده که هی میکروفون میره سمت اینا و اینا هی مجبور میشن صحبت کنن و واقعا گریزی هم از این صحبت ها نیست. مجبور رو نمیپذیرم. نه که مجبور میشن، من حرفم اینه که اون فوتبالیسته باز این از اون حرفای نامحبوبه چقدر مگه پتانسیل داره که بفهمه که الان باید حرف بزنه یا نزنه، و اگر حرف میزنه چه چیزی بگه و چه چیزی نگه. و در شرایطی که ما هستیم، در مملکت ما هستش، احتمالاً حرفاشون اینجوری در میاد. چرا؟ چون اولا که تو صدا سیماست، دوما که مجبوره اینطور حرف بزنه، از این نظر مجبوره که اون جایگاهشو میخواد، اون پاداشی که نمیدونم حالا چقدر واقعیت داره یا نه، پاداش رو باید بگیره، شغلش رو باید زندگی کنه. ولی این مسیر پول در آوردنش افتاده تو این دورانی که حرف بزنه حرفاش همه چرت و پرته، بلد نیست حرف خوب بزنه و فوتبالیست خوبیه. نمیتونیم از این بگذریم که بیرانوند از عابدزاده بهتره، نمیتونیم بگذریم. خب ولی حرف بلد نیست بزنه. توقع از فوتبالیستامون ما بالاست، خودشون هم واقعا دیگه حالا آدم بد میکنن با یه سری حرفاشون. ولی میخوام بگم این فوتبالیسته، کریر فوتبالیش افتاده تو این توی دورانی که فعلا هم ادامه خواهد داشت و تیم فدراسیون، تیم مدیرای در واقع فدراسیون، مربی فوتبال، کادر فنی، همشون از یک جایی انتخاب شدن که بازیکن‌ها هم باید به اونجا وصل بشن که در این تیم بمونن. برای اینا مجبورن حرفایی بزنن که به هر حال میتونن نزنن. خیلی از بازیکن‌ها دیدیم که سردار آزمون باعث شده به جام جهانی نره حرفاش که حالا به نظرم سوء تفاهم، ولی خب آره، یعنی یا اونوری میشی یا اینوری میشی دیگه. کی فکرشو میکرد سردار رو به خاطر اون اتفاق نبرن جام جهانی؟ بازم آخه مسیر درست وجود داره آیدین. بذار یه مثال نقض بهت بزنم. تو میگی کریر فوتبالی اینا تو این وضعیت مملکته، کریر مربیگری کریم باقری هم تو این وضعیت نیست. چرا اون شکلی نیست؟ مگه اونم نونشو از همونجا در نمیاره؟ خب چرا نمیشه این اتفاق رو برام؟ خیلی سخته کریم باقری بودن در این شرایط. من نمیدونم با چه توانی، تا زمانی با چه انرژی، تا زمانی که پتانسیلش هست من نمیتونم این حرفو قبول کنم. ولی خب چرا توقع داری از یه فوتبالیستی که احتمالاً دیپلمش هم به سختی گرفته، دکتره خب دکتر بیرانوند، ولی اصلا کاری ندارم، قبول دارم بیاد مثل کریم باقری برخورد کنه. کریم باقری لیسانس داره؟ نه بحث مدرک نیست. میگم اون میفهمه اینو. خب اونم باید بفهمه. بحث من اینه، مگه میشه نفهمه؟ آقا نونش تو این قضیه است که نفهمه. علی بیرانوند داره بیشتر حتی پول میگیره از این که نمیفهمه. نمیتونی تو لاپوشونی کنی قضیه رو. یه چیزی بگم، این اسطوره هایی که ما از فوتبال ایران میشناسیم
و دوستشون داریم، کافیه اینا رو بیارن یه جا 1 ساعت صحبت بکنن، اینا فرو میریزن برای ما. من به تو گفتم که خب چیکار کنیم که نریختن. قهرمانامون کمی پوشالی‌اند. اینو باید بپذیریم که اونا مال دورانی هن که رسانه نبوده. باز کریم باقری، تو کریم باقری نمیبینی. من نمیگم کریم باقری ممکنه ابداً که شبیه به ایرانوند باشه، ولی اینا مال دورانی هن که رسانه نبوده، اینا مال دورانی هن که رسانه هست، مال دورانی که میکروفون جلوشونه، گوشیاشون تو جیبشونه، میتونن هر لحظه محتوا تولید کنن. آره قدرت رسانه که خیلی زیاد شده. برای همین میگم یکم بیایم توقع، حرف توه ها، من از تو اینو یاد گرفتم که ما توقعمون از فوتبالیستامون بالاست. واقعا فوتبالیستان باید فوتبالشون رو بازی کنن و میشه یکم هواشون رو بیشتر داشت. سخت نمیپذیرم، اما به هر حال دیگه، حالا من آره نظرت من میتونم نپذیرم. خورده فوتبالشون تو این دوران کارشون هم سخت و احتمالاً 100 تا مسیر وجود داره برای اینکه حرفاشون رو بزنن. یکیش درسته، خیلی براشون سخته، برای ما هم سخته اون یه دونه رو پیدا کن. آره و پیداش هم نمی‌کنن، تلاشی هم برای پیدا کردنش نمی‌کنن و این گفتم بحث طولانی، هر بارم شروعش می‌کنیم به درازا میکشه، ولی گفتیم یه روزی حتما با یه مهمان عزیزی میشیم راجع بهش صحبت می‌کنیم و مفصلا جنبندی این قضیه رو خواهیم داشت. نکته دیگه یه خبرم بدم که صنعت نفت تو لیگ دسته یک با یک امتیاز اختلاف از سایپا سوم شد و یک پلی‌آفی داره چهارشنبه 31 تیر با مس رفسنجان و برنده این بازی در لیگ برتر میمونه. امیدوارم صنعت بیاد بالا، واقعا از صمیم قلب دوست دارم صنعت نفت بیاد بالا و اومدنش با نساجی، حتی بازیاش با نساجی، هم تو اون و هم تو این و خیلی بازیای جذابی میشه و به نظرم اپیزود بامزه‌ای بود، دوست داشتم، من خودم خیلی حال کردم. البته خب قهرمانم میشه احتمالاً یک شب بشین تا اینکه به فینال ببینیم دوباره داری با قطعیت میگی، این دوباره به فینال آره میدونم، اینکه دوباره به فینال رسیده برای من خیلی جذابه و به نظرم میتونیم اپیزود شماره 28 رو همینجا تمومش بکنیم. خیلی متشکرم که تا الان با ما همراه بودید، امیدوارم لذت برده باشید از اپیزود 28 پادکست رویداد که ویژه برنامه جام جهانی بود و تا اپیزود 29 میبینمت. فعلا.